این دعاهایی که در ماه‌ها هست، در روزها هست، خصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچه تقویت روحی می‌کند اگر کسی اهلش باشد. ما که نیستیم. همچی راه را برای انسان باز می‌کند و نورافکن است برای اینکه این بشر را از این ظلمت‌ها بیرون بیارد و وارد نور بکند که معجزه آساست. ایام ماه رجب است. من اولین عرضم به شما اینه که قدر این ماه رو و این روزها رو بدانیم. ماه رجب ماه توسل است، ماه تضرع است، ماه دعاست، ماه تصفیه روانی و معنوی است. دلها رو به خدا باید نزدیک کرد. در رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان برکات بسیار نصیب انسان‌هایی که می‌توانند استفاده کنند از این برکات شده است و شرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عقلها و در فکرها نمی گنجد.